پرواز هواپیمای شرکت هوایی سامان ایر از شهر دوشنبه به تاشکند که قرار بود ظهر امروز صورت بگیرد با دلیل‌های نامعلوم انجام نشد. مسئولان شرکت سامان ایر از شرح سبب‌های به تأخیر افتادن پرواز خودداری کردند. مسئولان فرودگاه بین‌المللی دوشنبه صبح امروز گفته بودند که پرواز در خط دوشنبه تاشکند امروز انجام می شود و در این زمینه شرکت سامان ایر با فرودگاه درخواست پیشنهاد کرده است. اما با طور نامعلوم ثبت نام مسافران قطع و این پرواز که در آن گفته می شود 17 نفر بلیط خریده بودند انجام نشد. مقامات وزارت نقلیات تاجیکستان، شرکت‌های سامان ایر تاجیکستان و هوایی یولری ازبکستان از شرح انجام نشدن این پرواز خودداری کردند. قرار بود نخستین پرواز منتظم از دوشنبه به تاشکند توسط هواپیماهای سامان ایر روز 20 فوریه و بعد 25 سال تنفس صورت می گرفت. مسئولان شرکت سامان ایر گفته بودند که آنها اجازه پرواز را داشتند ولی فرودگاه شهر دوشنبه به آنها گفته است به قبول هواپیما آماده نیست. اما مقامات ازبکستان گفتند که پرواز به دلیل سری وقت تهیه نشدن اسناد ضروری از طرف شرکت سامان ایر تاجیکستان به تأخیر افتاده است. در دفتر مطبوعات شرکتی ازبکستان هوایی یولری روز 21 فوریه به رادیو آزادی گفتند قرار بود اسناد رسمی درباره پروازها از دوشنبه به تاشکند چند روز پیش از پرواز ارسال گردد، کاری که به ادعای آنها در وقتش انجام نشده است. جانب ازبکستان گفته است درخواست از جانب سامان ایر برای انجام پرواز چارتری پیشنهاد شده بود، نه منتظم. در پی این اختلاف نظر میان مسئولان شرکت‌های هواپیمایی تاجیکستان و ازبکستان، علیشیر رستموف مدیر تجارتی شرکت سامان ایر با عیب تأخیر در ارسال بسته سندها به جانب ازبکستان از مقامش برکنار شد. مسئولان شرکت سامان ایر همچنین برای پیش آمدن چنین وضع از مسافران و همکارانشان در ازبکستان عذرخواهی کرده مبلغ چپته مسافران را بازپس داده بودند. حالا معلوم نیست که پرواز نوبتی تا به کی به تأخیر افتاده و در چه شرایطی دوباره از سر گرفته می شود. مردان محمد، شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه.